سیگار. من که معتاد نیستم، فقط سیگار میکشم. اولا چند نخ میکشیدم، الان پاکتی میکشم. چند وقت پیش یه پاکت میکشیدم، الان در روز 2 تا پاکت میکشم. متاسفانه یکی از مهمترین علل مرگ و میر که قابل پیشگیریه همین سیگاره، اما هیچ جا بهش توجهی نمیشه. توی کمپ‌ها، کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها توجهی به درمان قطع مصرف سیگار نمیشه. چه بسا که اتفاقا وقتی یه بیمار میخواد یه ماده‌ای رو کنار بذاره، ما بهش گاهن سیگار هم میدیم که اونو آرومش بکنیم، در صورتی که اولین و اصلی‌ترین محرک ما همون سیگاره و همون سیگار باز میشه جایگزین مصرف قبلی ما برای قطع مصرف و درمان کامل اعتیاد به سیگار نیاز به 3 مرحله داریم: آماده سازی، مداخله و نگهداری. توی مرحله اول اون فرد رو آگاه می‌کنیم، بهش انگیزه میدیم، امید میدیم که میتونه این کار رو به خوبی انجام بده، ما همراهش هستیم و با خطرات ادامه مصرف سیگار آشناش می‌کنیم که خودش هم انگیزه بیشتری داشته باشه. برای مرحله دوم که اون مرحله مداخله هست، بعضی از ماها کمک‌های اشتباهی می‌گیریم. توی کمپین‌ها عضو میشیم، با کمک دوستانمون این کار رو انجام میدیم، یا اصلا یه جایگزینی براش میاریم، جایگزین‌هایی که الان خیلی زیاد شده، و یه جایگزینی رو می‌ذاریم و میگیم سیگار رو کنار گذاشتیم، در صورتی که این اصلا درمان نشده. و بعضی از ماها راه حل اصلی و اصولی رو می‌گیم و از پزشک و متخصص کمک می‌گیریم که بتونه کمک ما بکنه. چرا باید کمک بکنه؟ برای همون نگهداریه. 30 تا 40% افراد بعد از قطع مصرف سیگار بعد از 14 تا 15 روز احساس افسردگی شدید میکنن و همون افسردگی شدید باعث میشه من دوباره میرم سمت سیگار. یا بین 65 تا 90% افراد بعد از اینکه سیگار رو قطع میکنن اصلا دوباره با عذر مواجه میشن و اصلا نسبت به قطع مصرف سیگار ناامیدن و این رو باور دارن که سیگار کنار گذاشتنی نیست. ما سیگار رو جدی نمیگیریم، اما گاهن کنار گذاشتن و ترک همون سیگار گاهن از بعضی از ماده‌های مخدر هم سخت‌تره. در دسترس، عادی جلوه‌اش داریم و برای ما راحته. هر وقت بخوایم استفاده می‌کنیم. برای اون مرحله نگهداری نیاز داریم که کمکش بکنیم انگیزه‌ها ادامه پیدا بکنه، افسردگی یا مشکلات دیگه عود پیدا نکنه و از اون عود جدی جلوگیری بکنه. گاهن وسوسه میاد، اما نذار جدی بشه، نذار پیشو بگیره و بره سراغ مصرفش. گاهن میگیم یه نخ فقط میکشم آروم میشم، داریم خودمون رو گول میزنیم. پس این همون دلیلیه که ما توی کلینیک دی به بیمارا سیگار نمیدیم. چون اگر سیگار بدیم محرک اصلی رو دادیم. وقتی ما سیگار رو به بیمار میدیم، اگر دقت بکنین افرادی که عصبیان، اضطراب میگیرن، بیقرارن و سیگار رو استفاده میکنن، وقتی عصبیان پشت هم سیگار میکشن، چون سیگار به صورت لحظه‌ای آرومشون میکنه. ما نمیخوایم اینجا بیمار رو با سیگار آروم کنیم، میخوایم اگر مشکلی هست فروز بده و درمان بشه. اگر بیقراره، بیقراریه رو نشون بده، نه اینکه با سیگار خودش آروم بکنه. اگر سیگار بدیم، الان با سیگار خودش رو آروم میکنه، بعد با مواجهه با مشکلات بزرگتر مجبور جایگزین بیاره، دیگه سیگار حال اون رو خوب نمیکنه. این همون وابستگیه، چه به سیگار باشه، چه به مخدر، چه به محرک و چه به داروهای آرام بخش. هر کدوم از اینا اعتیاد و حال ما رو بد میکنه و نیاز داریم به ادامه و شدتش و قطع اون آسیبه. پس نمیتونیم سیگار رو جدی نگیریم. یکی از جدی ترینا محرک اصلی خود سیگاره. یکی از مراجعین ما که آقایی بودن 45 ساله، وقتی به کلینیک مراجعه کردن، گویا خانواده بهشون نگفته بودن که استفاده از سیگار توی کلینیک ممنوعه. روز اول، دوم گارد شدید، عصبانی پرخاشگر، من نمیخواستم سیگار رو ترک کنم، من فقط میخواستم فلان چیزو حذف کنم، من سیگار رو نمیخوام کنار بذارم. بعد از چند روز که متقاعد شد چرا بهش سیگار نمیدیم، سیگار دادن به اون ضرره، درمانی اتفاق نمیفته، تو داری خودتو با سیگار آروم میکنی. وقتی براش مثال میزدیم که وقتی میخوای سیگار بکشی داری خودتو آروم میکنی و درمانو خراب کردی، واقعا پذیرفت. اما جالبه که تا اواسط درمانش اعلام میکرد الان نمیکشم، اوکیه، ولی وقتی برم اولین کاری که میکنم سیگار میکشم، چون سیگار رو دوست دارم، نمیخوام سیگارمو کنار بذارم. میگفتیم باشه، اما حینش هم توصیه رو بهش میکردیم که همین سیگار اگر ادامه پیدا بکنه باز وابستگی تو ادامه دادیم و باز همچون محرک اصلیه تو رو به سمت مصرف قبلی برمیگردونه. و جالبه که همون فرد الان بعد از 1 سال وقتی برای مراجعه به کلینیک میاد، یکی از افرادیه که بعد از ترخیص هم سیگار رو استفاده نکرد. مطمئناً بارها و بارها میل به مصرفش اومد، چون مصرف رو میبینیم زیاده، ولی کنترل کرد. چرا؟ چون دید تو محیطی که بود تونست کنترل کنه.
چون دید بدون حضور سیگار تونست حال خودش رو خوب بکنه، چون دید خیلی راحت تره. شاید اون یه لذت کاذب بهش بده، اما اینجوری حال خودش خوبه و تونست این مسیر رو ادامه بده.